الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه دوم از آموزش توحید می باشد و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه دوم به شما اهمیت توحید را بیان خواهیم نمود. بله خواهرم برادر عزیزم، وقتی که شما راه را اختیار نمودید که این راه اختیار نموده شما توحید باشد، پس بدانید که باید اهمیت این راه و اهمیت توحید و درجهش و مکانتش و بزرگیش و بزرگی شأنش را باید بدانید. زمانی که انسان راه توحید را انتخاب می کند، اما بزرگی این راه، بزرگی این موضوع و عظمت این موضوع و شرف و درجه و مکانت این موضوع و اهمیت این موضوع که توحید است نمیداند، بیخبر میماند و در این باب جاهل میماند، در حقیقت این انسان ضعیف خواهد شد. در طول زندگی خود آهسته آهسته به توحید هم به اهمیت خواهد شد، چرا که اهمیت موضوع توحید را نفهمیده است. برای همین تمام علمای اسلام بعد از این که راه را به شما نشان میدهند، بعد از این که راه حق را از راه باطل جدا میکنند، بعد از این که راه حق را میگویند که این توحید است، بعد از این میگویند که انمین توحید به نهایت بزرگترین موضوع است، بزرگترین مسئله از اول این دنیا تا آخر این دنیا انمین توحید است. بزرگترین امر الله بر توحید است، بزرگترین خواست الله از بندگانش این توحید است، بزرگترین حق الله این تحقیق نمودن توحید است. سبحان الله. برای همین این راه توحید، این موضوع توحید و انسان‌هایی که توحید را تحقیق میکنند موحد، در حقیقت راه بزرگ است و توحید اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد. وقتی که به قرآن و سنت نظر میکنیم، وقتی که به حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر مینماییم، وقتی که حیات و فعالیت صحابگان را میبینیم که چگونه زندگی کردند، والله بالله تالله باز بزرگی توحید به من و شما روشن‌تر می شود، چرا که حیات رسول الله 23 سال نبوتشان این بیان کننده بزرگی توحید، اهمیت توحید بود. در مکه مکرمه 10 سال فقط به یک موضوع دعوت کردند، مردم را دعوت نمودند، مشرک قریش را دعوت کردند که این موضوع توحید بود، یکتا پرستی بود، ترک شرک و طاغوت بود، ترک بت پرستی و وثن پرستی و صنم پرستی و درخت پرستی و سنگ پرستی بود. شما تعجب میکنید درخت پرستی وجود داشت؟ بله خواهرم و برادرم، امروز هم وجود دارد. امروز هم وجود دارد که انسان ها درخت را میپرستند. چی میگویند؟ درخت به ما برکه میدهد، درخت به ما شفا میدهد. این پرستیدنی همون درخت است و ترک نمودن الله است. پس بارک الله فیکم. ما از کجا اهمیت این موضوع را میفهمیم؟ اولا از قرآن
عظیم الشأن. الله سبحانه و تعالی در سوره الذاریات آیت 56 بیان میکند و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جنها را و انسانها را مگرم برای عبادت، تحت اللفظی. لیکن مفسرین در اینجا از ابن عباس، یعنی امام مفسرین صحابه امک بچه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگند یعبدون ای یوحدون، یعنی الله میگوید ای جنها و ای انسانها من شما را یگانه به خاطر تحقیق یک چیز به این دنیا خلق کردم. از اول زندگی شما تا آخری روزتان، از اول دنیا تا آخر این دنیا، هر کسی که می آید به خاطر یک هدف خلق شده است. این هدف چیست؟ این هدف چیست؟ این بزرگترین هدف که الله به خاطر همین هدف منو شما را خلق کرده است. تحقیق این هدف یوحدون، تا که من و شما یکتا و تنها و یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت نماییم. یکتا الله را بدانیم، نه عبادت نماییم. چرا که من و شما خواهیم نخواهیم میدانیم که الله یکتا است. خالق ما یکتا الله است، رازق ما یکتا الله است، مدبری تمام زمین و آسمان یکتا الله است. تنها الله میمیراند و زنده میکند. این را مشرک قریش ابو جهل و دیگر انسانها مشرکین و کفار قبول داشتند. امروزه مرتد و کفار و مشرکین را سوال بکن که زمین و آسمان را که خلق کرده است، میگوید که الله یعنی یک ذات یگانه. اما مشکلی در عبادت کردن الله است. به الله شریک قرار میدهد، در عبادت الله را ترک میکند، یا کسی را به جز الله میگیرد، یا کسی را یا چیزی را به الله برابر میکند. برای همین الله میگه هدف خلق شدن شما در این دنیا یک تاست که این تنها و یکتا و یگانه الله را عبادت نمودن. عبادت نمودن این کلمه بنیاد بزرگ است. هم نماز شما تنها به الله باشد، روزه و حج و زکات شما، نیت شما، تمام محبت شما، ترس شما و امید شما و غضب شما به خاطر الله تنها، دوستداری شما تنها به خاطر الله، الولاء و البراء، حکمی که شما میکنید حکم قرآن و سنت باشد. سودی که شما میروید سودی که به قرآن و سنت باید باشد، به سود کفار بنا. این همه انمین یکتا پرستی الله است. پس این آیت از همه بزرگترین آیت است که بزرگترین قدر توحید نشان دهنده بزرگترین قدر توحید است. ببینید الله خودش آشکار روشن میگه که من شما را خلق نکردم مگرم به خاطر این که ای انسان ها و جن ها تنها و یکتا مرا عبادت نمایید. اما سبحان الله امروز میبینید که چقدر انسان ها از این هدف زندگی و از این هدف حیات دور شده اند و گمراه شده اند. الله سبحانه و تعالی در آیت دوم سوره نحل آیت 36 باز سبحان الله در یک آیت دیگر بزرگی و اهمیت توحید، مکانت و درجه و بزرگی شأن توحید را بیان میکند و میگوید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به تحقیق بعثنا فرستادیم، مبعوث کردیم، فی کل امت در همه امت، در هر یک امت، یعنی به تحقیق به هر امت ما رسول را فرستادیم، پیامبر را فرستادیم که این پیامبران وظیفه اشان این بود که می گفتند ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. به یک چیز امر میکردند و از یک چیز باز می داشتند. می گفتند ای مردم
یگانه الله را عبادت بکنید. ان اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت بکنید، یعنی موحد باشید، از اهل توحید باشید، توحید را تحقیق بکنید، یکتا پرست باشید. و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت، از غیر الله، از اله و طاغوت و انداد و ارباب اجتناب نمایید. از طاغوت پرستی اجتناب بکنید، از طاغوت معنوی، از طاغوت انسان جاندار، از طاغوتی که بیجان است، از تمام چیزهایی که بجز الله عبادت کرده می شود، پرستش کرده می شود، شما اجتناب بکنید. بارک الله فیکم. پس ببینید که الله چگونه بزرگ بودن شأن توحید را بیان می کند. در حقیقت این ذات یگانه، تنها و یکتا الله سبحانه و تعالی بهترین سخن کنندگان است، بهترین سخن کنندگان و بهترین کلام را، سخن را به من و شما گفته است و صادقترین و راستترین قول این قول الله است. سبحان الله. و در جای دیگر بزرگی شأن توحید، اهمیت توحید، بزرگی قدر توحید را بیان می کند و می گوید که امری که من به شما کردم این بود که یگانه مرا بپرستید و بجز من کسی دیگر را عبادت نکنید. سوره اسراء آیت 23 نظر بکنید. الله می گوید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله قضاوت کرد رب تو به اینکه یگانه او را بپرستی، الا تعبدو، نپرستی، عبادت ننمایی، الا ایاه، بجز الله چیزی دیگری را، یعنی بجز الله هیچ چیزی را عبادت ننما و به پدر و مادرت نیکویی بکن. در بیان کلمه قضا علما و مفسرین چی گفتند؟ ابن عباس میگند که و امره، یعنی الله تو را امر کرده است، رب تو را ای بنده مسلمان امر کرده است که عبادت نکنی هیچ چیزی را بجز الله، یعنی یگانه، تنها و یکتا، تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنی. مزار، شیخ، ایشان، قبر، درخت، سبحان الله، همه اینها را ترک بکنی. حکم بغیر ما انزل الله که امروز شرک، طاغوت معنوی که معروف است، ترک بکنی، به حکم الله حکم بکنی. سودهای تحاکم کفری را رد بکنی، تشریع و قانون برارها را تکفیر بکنی و رد بکنی، کفر بر طاغوت بورزی، یگانه الله را عبادت بنمایی، ثابت بکنی، قصدا، تعظیما، محبتا و خوفا و رجاء. و مجاهد میگویند، یکی از مفسرین تابعین شاگرد ابن عباس، میگن که و قضا ای وصا، وصیت الله، بزرگترین وصیت الله در روی این دنیا این توحید است. ای بنده، ای مؤمن و موحد، ای آنی که راه توحید را اختیار کردی، بله بهترین راه را اختیار کردی، و بدان که وصیت الله بر ما و شما این است که بجز الله دیگر هیچ چیزی را عبادت ننماییم. هر کسی از ما خفه می شود بشود، هر کسی از ما راضی می شود بشود، ما پروای نداریم. غم و اندوه ما، پروای ما، حرکت ما فقط رضاگی الله سبحانه و تعالی است. پس ببینید وصیت الله، امر الله، اون عملی که به خاطر همون تمام پیامبرانش را فرستاده است و اون چیزی که به خاطر همون جن و انسان و همه چیز را خلق کرده است، این توحید است. ای آنی که وصیت پدر مادرت را بزرگ میشماری. بعضی ها اینقدر پدر و مادر پرست شده اند که پدر و مادرش اگر به کفر وصیت کرده باشد عمل میکنند، بدان که وصیت الله از وصیت پدرت و مادرت میلیاردها درجه بالا است، بزرگ است، شأنش عظیم است. وصیت الله این است که یگانه الله را بپرستی و غیر الله را ترک بنمایی، موحد باشی. معنای این همه آیت این است که موحد باشی. موحد یعنی
از جمله اهل توحید باشی، یعنی توحید را بیاموزی. اگر توحید را نآموزی این عملها را انجام داده نمیتوانی. این ناممکن است. توحید را نآموخته من اهل توحید میشوم، من موحد میشوم، من وصیت الله را، امر الله را و اون چیزی که به خاطرش خلق شدم توحید است، این را به جامعه آرام گفتن این ناممکن است، برای اینکه این همه به تعلیم میشود. اگر ممکن می بود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان را 23 سال تعلیم نمیدادند، در یک روز تعلیم میدادند. بارک الله فیکم. در آیت دیگر سوره نساء آیت 36 الله سبحانه و تعالی میگوید واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ببینید و عبادت بکنید الله را. واعبدوا الله ای وحید الله، یگانه الله را عبادت بکنید، از جمله اهل توحید باشید، از جمله موحدین باشید. ولا تشركوا به شیئا، و یگان چیز را به الله شریک نسازید. یعنی عموم در حالت نکره الله میگه تمام چیز را، فرقی ندارد. این چیزی که شما شریک میسازید یک سنگی است، بوتی است، هیکلی است، قبری است، مزاری است، شیخی است، ایشانی است، درختی است، حکمی بغیر ما انزل الله است، حاکمی غیر ما انزل الله حکمی کردگی است. اینها را به الله شریک نسازید، موحد باشید. پس موحد، پس از اهل توحید شدن این مقصد اساسی است و بزرگترین امر الله توحید است. این آیت بزرگی قدر و شرف توحید را بیان میکند، بزرگی شأن و شرف توحید را بیان میکند. در سوره انعام آیت 151 الله میگه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم بیایید، تعالوا بیایید، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله امر می شوند که به مشرکان بگویند. یعنی الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم خلیل الله خاتم الانبیا را، پیامبرمان را امر می کند که به قریش خبر بده. بگو که ای قریشی ها بیایید من به شما بیان بکنم، خبر بدهم آن چیزی که الله به شما حرام کرده است. بزرگترین حرام الله به شما، رب شما به شما چرا حرام کرده است و چرا امر کرده است. بیایید بدانید که الا تشرکوا به شیء، به الله هیچ چیزی را شریک قرار مدهید. شریک آوردن به الله یعنی از اهل توحید نبودن، موحد نبودن، این حرام است و بزرگترین حرام است. یک قاعده بزرگ از اینجا به وجود می آید. وقتی که توحید را نآموختی، نفهمیدی، از اهل توحید نشدی، خواهی یا نخواهی تو از جمله اهل شرک خواهی شد. این ناممکن است که تو توحید را نآموزی، نفهمی، باز بگویی که من از اهل توحیدم. توحید را نآموختی، شرک را نآموختی، توحید را نفهمیدی، شرک را نفهمیدی، پس تو در کدام طبقه هستی؟ طبقه اهل شرک هستی. در اسلام دو طبقه وجود دارد، دو راه وجود دارد. توحید بزرگترین امر الله، بزرگترین اهمیتناکترین موضوع در اسلام، و شرک که بزرگترین نهی الله و بزرگترین عملی که باید ترک بکنیم. و آموزش هر دو این چیز واجب است. آموزش توحید فرض عین است، اما توحید آموزشش کامل نمی گردد مگرم با شناخت شرک. همان زمان تو موحد می شوی که توحید را بیاموزی و شرک را بیاموزی، توحید را بفهمی و بشناسی، شرک را بفهمی و بشناسی، پس تو از جمله اهل توحیدی. اما توحید را نآموختی، توحید را نفهمیدی، به سخنهای بیهوده و لعب و لهو و شوخیهای بیهوده و مشغول شدی و بر زندگی داده شدی، پس بدان که تو از طبقه اهل شرکی و از مشرکینی.
گرچنده که تو شرک را بجا نمی آری، شرک ظاهر را انجام نمیدی، قبر نمی پرستی، شیخ نمی پرستی و درخت و آفتاب و ماهتاب پرست نیستی، اما از یک جانب دیگر مشرک هستی. چقدر امروز کسانی را میبینیم که خود را موحد میگوید اما از یک جانب میبینید که شرک را دفاع میکند و مشرک است. مثلا چقدر موحد را میبینم، بنده خودم میبینم شب و روز که خود را موحد میگوید اما از جهت دیگر دفاع حکم غیر ما انزل الله میکند، حکم غیر الله را دفاع میکند، اونها را یعنی شرک نیست میگوید، سود کردن به سود غیر حکم الله و رسولش را دفاع میکند، مشرک را مشرک نمیگوید، پس حال و توحیدش کامل نشده است. پس برادرم و خواهر عزیزم، من فکر میکنم که این آیات ها به شما کافی بود، این 6 آیت به شما کافی بود. والله اگر فقط آیت ها را بیاریم ما صدها آیت را ذکر میکنیم که بزرگی و اهمیت و مکانت شأن و شرف و قدر توحید را بیان میکند. شیخ ابن القیم الجوزی امام اهل سنت و الجماعت رحمه الله 2000 حجت می آورند برای این، برای چی؟ برای بزرگی و اهمیت شأن و شرف توحید. اما من و شما امروز وقتمان کوتاه است، امروز مسلمان ها یعنی درس گوشکنیشون هم ضعیف است، از همین خاطر کوشش میکنیم که با این 6 آیت مقصد را به شما رسانیده باشیم. بارک الله فیکم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابی جلیل میگویند من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. سوره انعام از 151 تا 153. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگن هر کسی که بخواهد که، هر کسی اراده نماید که با آخرین وصیت محمد صلی الله علیه و سلم که به امتشان کرده ان نظر بکند، پس سوره انعام آیت 151 تا 153 را تلاوت بکند. ای امت محمد، ای مسلمان ها، آیا می خواهید که وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را که در حق شما پیش از مرگشان آخرین وصیتی که بر شما کرده اند بشنوید، بفهمید، عمل نمایید؟ بخونید سوره انعام آیت 151 تا 153 که اولینش این است که به الله چیزی را شریک قرار مدید، یعنی موحد باشید، از اهل توحید باشید. الله المستعان. پس این بود دلیل ها از آیات قرآن برای بزرگ شماریدن توحید، برای اهمیت توحید، برای بزرگ بودن قدر و عظمت توحید. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به شما در این موضوع، یعنی حدیث ها را در موضوع بزرگی و اهمیت و عظمت شأن توحید بیان خواهیم کرد، برای آنکه تا که مسلمان ها بدانند که این موضوع بزرگ است، اهمیتش بینهایت عظیم است و موضوع توحید، آموختن توحید، از اهل توحید شدن این فرض عین است. هر کسی که ترک میکند اسلامش صحیح نیست و از دایره اسلام بیرون می شود و کافر است و مسلمان نیست. برای همین حدیث ها را در حلقه آینده ذکر میکنیم و بعد از این باذن الله در بیان فضل توحید سخن خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا إله العالمين ويا خير الناصرين واجعلنا من أهل التوحيد، واجعلنا ممن يحقق التوحيد، واجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.